در تالار مؤسسه کاخ فرهنگی سغدیان کنسرت حساباتی انسمبل رقصی به نام غفار ولمتزاده برگزار شد. در کنسرت نمایندگان فرهنگ، هنرمندان و سرایندگان شرکت ورزیدند. انسمبل رقصی به نام غفار ولمتزاده 3 سال می شود که فعالیت می کند. غفار ولمتزاده هنرمند اصیل اتحادی شوروی، اساسگذار رقص مردانه ملی تاجیک است. او هنوز ابتدای سالهای 30 در تکنیکوم صنعت و موسیقی شهر خوجند تحصیل نموده، بعدا در یک چند مکتب‌های عالی مسکو صنعت رقص بالت را از خود نموده است. غفار ولمتزاده نازکی‌های رقص را آموخته آن را در تاجیکستان راه اندازی نمود. موصوف برای رشد رقص کسبی سهمی بزرگ دارد. امروز انسمبل جوان با نام غفار ولمتزاده مربوط بوده اساسگذار رقص مردانه و مقام رقص تاجیک را نگاه می‌دارد. و انسمبل 60 نفر کودکان، نورسان و جوانان جلب شدند. پسر بچگان نیز به این گروه رقصی شاملند. رقص هنری است که در آن زیبایی خاص جلوه می نماید. بیشتر توجه دختران به صنعت رقص زیاد است، اما سال تا سال صف پسران نیز در انسمبل های رقصی بیشتر می گردد. راهبری دسته رقصی را قابل کاملزاده به عهده دارد و نازکی های رقصی کسبی را به هیئت انسمبل می آموزاند. هنرمندان در چاره‌بینی های فرهنگی شهر و ولایت با برنامه‌های رنگین برآمد می‌کنند. سردار ریاست فرهنگی ولایت سوخت بختیار قاسموف به راهبری انسمبل معلمان رقص و رقاصان حرفه‌ای سپاسنامه‌ها سپارید. در کنسرت همچنین والدانی که کودکانشان در دسته رقصی فعالیت میبرند اشتراک نموده استعداد فرزندانشان را تماشا کردند. انسمبل رقصی به نام غفار ولمتزاده برای رشد هنر رقص، جلب کودکان و نورسان به این عالم هنر امکانیت خوبی را فراهم آورده است. گزارش سومن حامد و سید مختار سید انور برای برنامه اطلاعاتی خبر.